نه بنیم و نه یگان آشخونم و نه مقصد آقلم و یگان چیز مو آواد نمونده. همون که در تاری سرمو نمیباره همیقه یگان چیزی آواد دیگه نمون. او علاوی یگان چیز مو خدمو یک کری بلندنده هستیم که هیچ حسابش نیست. این مراجعت قمرالدین عادلوف ساکن 64 ساله دهه هزار چشمه ناحیه رشت است. میگوید که در زمین لرزه روز 13 اپریل بجز 2 خانه دیگر بناها یاری رسان حولیش ویران شدند. از مقامات کمک نگرفته است. یگان کس سنی ما هم بگیم همین رئیس همین قشلاق اومد اینجا گفتم همین خیل اینا چی گفت که ما را سپارش کردن همین جای زیست که چی باشه گذاشتن بر رفتن. یگان کس سنی من اومدگی نیست. مقامات شکایت این ساکن منطقه رشت را رد میکنند. عادلوف قمرالدین خونه شد سطفویزه یوردمش که اگه قسمان گذشتگیه قسمان وای میکنن یوردم میکنن تخته و شفی را همه چی میتن با کمک های اینایی خروکه و مواد مولیوی با دستگیریش میکنن. لیکن ما در یک مدت کوتاه ایره به همه نمیرسیم که نوبت قطعی میرسه و یکون پرابلم نیست. قمرالدین عادلوف به گفته خودش کمبیزاعت است و با همسر و 3 فرزند نابالغش زندگی سختی دارد. روز 13 اپریل زمین لرزه منطقه رشت شهر دوشنبه و چند گوشه دیگری تاجیکستان را تکان داد. بر اثر این آفت طبیعی یک نورس 3 ساله در ناحیه رشت جان باخته، 16 کس دیگر مجروح شدند. طبق اطلاع رسمی در پی زمین جنبی 10 خانه و چند مکتب و بیمارستان هم ضرر دیدند. مقامات اعلام کردند که برای برطرف کردن عاقبت‌های زمین لرزه ستاد تشکیل شده است. رسانه‌های دولتی از ارسال صدها تن کمک به ساکنان ضرر دیده منطقه رشت گزارش می‌دهند، اما بعضی از ضرر دیده‌ها می‌گویند که با گذشت 11 روز از حادثه تا حال هیچ یاری دریافت نکردند. مولا رجب یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.